اگر دوست دارید با مواد دم دستی یه غذای خوشگل و ساده آماده کنی، پیشنهاد میکنم که این کوکو دورنگ رو حتما امتحانش کن. هم زیباست هم خوشمزه. سلام به خوشمزه فضای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این کوکو دورنگ مجلسی رو آماده کنیم. من 3 عدد سیب زمینی نسبتاً بزرگ رو اول جوشوندم. وقتی که کامل پخته شد اون رو با قسمت ریز کاملا رنده میکنم. شما میتونید حتی با گوشتکوب این سیب زمینی ها رو تا وقتی که داغ هستن کاملا له کنید. بعد از اینکه سیب زمینی ها پوره شدند، نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و پودر سیر رو به اندازه ذائقه‌تون اضافه کنید. بهتر هستش که پودر سیر رو کم نریزید. اگر که پودر سیر نداشتید میتونید از سیر رنده شده استفاده کنید. من تخم مرغ ها رو کم کم بهش اضافه میکنم به همراه یه مقدار زعفرون دم کرده برای رنگ بهتر و عطر بهتر این کوکو. من از 3 عدد تخم مرغ استفاده کردم. توی کوکو دورنگ بهتر هستش که تخم مرغ ها رو کم کم اضافه کنید. وقتی به این غلظت مورد نظرتون رسیدید کفایت میکنه. روغن رو میریزیم داخل مایتابه و مواد کوکو سیب زمینیمون رو اول میریزیم داخل ظرفمون. اگر که صاف کردن کوکو داخل روغن براتون مشکل هست، اول از روغن کمتری استفاده کنید. زمانی که کوکو رو کاملا صاف کردید، بعد از کناره های ظرفتون روغن بهش اضافه کنید. ولی به طور کل بهتر هستش که روغن خیلی کم نباشه موقعی که کوکوتون داره سرخ میشه. توی این فاصله که میخوایم روی کوکومون یه مقدار ببنده، کوکو سبزی رو آماده میکنیم. مقدار دقیق مواد رو داخل دیسکریپشن براتون نوشتم، میتونید ببینید و استفاده کنید. این کوکو رو هم مانند کوکو سیب زمینی باید تخم مرغش رو کم کم اضافه کنید. تخم مرغ، زردچوبه، نمک و فلفل سیاه رو به همراه پودر سیر اضافه میکنم، مخلوط میکنم و چون که یک مقدار موادم سفت و غلیظ هست، یه دونه تخم مرغ دیگه هم بهش اضافه میکنم. ممنون میشم اگر آموزش های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدیو جدیدی آپلود شد به شما اطلاع بده. من تخم مرغ سوم رو هم داخل مواد کوکو میریزم به همراه یک قاشق پر گردوی خرد شده و یک قاشق غذاخوری سرپر زرشک. اینها رو کامل با هم دیگه مخلوط میکنم. 2 قاشق غذاخوری آرد برای انسجام و برش بهتر کوکو اضافه میکنم، هم میزنم و بعد روی کوکو سیب زمینیمون میریزم. دقت کنید که حتما روی کوکو سیب زمینیتون یه مقدار کم بسته باشه. بعد که کوکو سبزی رو اضافه کردید، روی اون رو کاملا یک دست پهن کنید و صاف کنید. حالت نیمه باز من در این مایتابه رو میبندم تا روی کوکومون ببنده. وقتی که روی کوکو سبزیتون به این شکل کاملا بسته شد و نرم نبود، میتونید که کوکو رو برش بدید و زیر و رو کنید تا طرف دیگه کوکوتون هم سرخ بشه. من برای اینکه راحت‌تر بتونم کوکو رو زیر و رو کنم، یه قسمت از جلوی کوکو رو برش میدم و بقیه کوکو رو که تقسیم بندی کردم رو زیر و رو میکنم. اگر قالب مستطیلی داشته باشید، برشاتون رو میتونید منظم‌تر در بیارید. این کوکو رو داخل فر هم میتونید درست کنید و به همین ترتیبی که توی این ویدیو آموزشش رو گذاشتم داخل قالب کیکتون که ترجیحاً قالب نچسب باشه میتونید این کوکو رو درست کنید و داخل فر بذارید. اگر داخل فر این کار رو انجام دادید، حتما روی کوکو سبزیتون رو چند قاشق روغن اضافه کنید و بعد در فر رو ببندید تا کاملا پخته بشه. از اینکه تا انتها با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.